قانون فرکانس میگه که هر کسی با افکاری که به جهان هستی ارسال میکنه در یک فرکانس خاصی قرار میگیره. هر فکری یک فرکانس داره. دوستان شما با افکارتون به جهان هستی فرکانس هایی رو ارسال میکنید و جهان هستی فرکانس های مشابه با افکار خودتون رو به شما نشون میده. یعنی که انسانی که ذهنش فقیره امکان نداره ایده هایی که اونو به ثروت برسونه به ذهنش خطور کنه. اون ایده هایی که میتونه اونو ثروتمند کنه تو فرکانس فعلی آدم نیست اصلا که ببینتش. یعنی یک انسانی که فکرش بیماره هر آدمی که بهش برمیخوره تو حوزه فرکانسی خودشه و اون میبینه که همه آدما هم چی هن؟ بیمارن. یعنی چیزی که شما از جهان هستی دارید میبینید کاملا باستاب فرکانس خودتون. یک آدمی که شاده، یک آدمی که خوشحاله توی فرکانس شادی قرار داره اصلا اتفاقات بد، آدمهای بد، شرایط بد رو نمیبینه.